دنیای پادکست خوش اومدین. به قسمت دوم از سری پادکست های معرفی شرکت های بزرگ در زمینه فناوری خوش اومدین. پس به ایستگاه پادکست خوش اومدین. شرکت سامسونگ یکی از بزرگترین و شناخته شده ترین شرکت های جهان است که در زمینه های مختلفی از جمله الکترونیک، مخابرات، کشتی سازی و حتی ساخت و ساز هم فعالیت دارد. اما داستان تأسیس این شرکت به دهه 1930 برمیگردد. شرکت سامسونگ در سال 1938 توسط لی بیونگ چول در شهر داگو کره جنوبی تأسیس شد. در ابتدا سامسونگ یک شرکت کوچیک تجاری بود که به صادرات ماهی خشک، سبزیجات و نودل‌های کره‌ای به چین و شهرهای نزدیک آن می‌پرداخت. نام سامسونگ در زبان کره‌ای به معنای 3 ستاره است که نمادی از عظمت، قدرت و دوام است. از همراهی شما تا اینجای ویدیو خیلی خرسندیم. همراهی شما برای ما خیلی ارزشمنده و خب لطفاً لایک و کامنت رو هم فراموش نکنید. ویدیو ما رو هم به دوستانتون معرفی کنید. تأسیس و آغاز فعالیت. شرکت سامسونگ در سال 1938 توسط لی بیونگ چول در شهر داگو کره جنوبی تأسیس میشه. در ابتدا سامسونگ یه شرکت کوچیک تجاری بود که به صادرات ماهی خشک، سبزیجات یا نودل‌های کره‌ای به چین و شهرهای نزدیک آن می‌پرداخت. نام سامسونگ در زبان کره‌ای به معنای 3 ستاره است که نمادی از عظمت، قدرت و دوام است. توسعه و گسترش. در دهه 1950 سامسونگ وارد صنعت نساجی شد و اولین کارخانه خود را تأسیس کرد. این شرکت با سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف مانند بیمه، اوراق بهادار و خرده فروشی به سرعت پیشرفت و رشد داشت و به یک گروه صنعتی بزرگ تبدیل شد. ورود به صنعت الکترونیک. نقطه عطف اصلی در تاریخ سامسونگ در سال 1969 اتفاق افتاد. زمانی که این شرکت وارد صنعت الکترونیک شد. اولین محصول الکترونیکی سامسونگ یک تلویزیون سیاه‌سفید بود که در سال 1970 تولید شد. با گذشت زمان سامسونگ به تولید محصولات دیگر از جمله یخچال، ماشین لباسشویی و مایکروویو پرداخت. رشد و جهانی شدن. در دهه‌های 1980 و 1990 سامسونگ با سرمایه‌گذاری سنگین در تحقیق و توسعه به یکی از شرکت‌های پیشرو جهانی در صنعت الکترونیک تبدیل شد. در این دوره سامسونگ شروع به تولید نیمه رسانه‌ها و نمایشگرهای LCD کرد و به یک بازیگر کلیدی در بازار جهانی تبدیل شد. تنوع در کسب و کار. سامسونگ در طول سالها فعالیت خود علاوه بر الکترونیک در صنایع دیگری مانند کشتی سازی، پتروشیمی و حتی صنایع سنگین سرمایه گذاری کرد. این تنوع باعث شد که سامسونگ، شرکت بزرگ سامسونگ در برابر نوسانات بازار مقاوم‌تر شود و به یک شرکت چند ملیتی با فعالیت‌های گسترده در جهان تبدیل شود. دوران معاصر. امروزه سامسونگ به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان تلفن‌های هوشمند، تلویزیون‌ها و حافظه‌های نیمه رسانه در جهان شناخته می‌شود. این شرکت همچنین در زمینه‌های دیگری مانند هوش مصنوعی، 5G و شناورهای نوظهور سرمایه‌گذاری می‌کند و به نوآوری‌های جدیدی در این حوزه‌ها دست می‌زند. سامسونگ از یک شرکت کوچیک تجاری در کره جنوبی به یک امپراتوری بزرگ جهانی تبدیل شده
که در بسیاری از صنایع کلیدی جهان حضور دارد. از همراهی شما تا اینجای ویدیو خیلی خرسندیم. همراهی شما برای ما خیلی ارزشمنده و خب لطفاً لایک و کامنت رو هم فراموش نکنید. ویدیو ما رو هم به دوستانتون معرفی کنید. این موفقیت نتیجه استراتژی‌های دقیق، سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه و تلاش‌های بی‌وقفه برای نوآوری است. خب با هم شنیدیم داستان شکل‌گیری و تأسیس شرکت بزرگ سامسونگ رو. امیدوارم که در آینده شرکت‌هایی مثل سامسونگ به وجود بیان و بازیگر کلیدی در قسمت‌ها و صنعت‌های مختلف جهان باشند. خب به امید دیدار تا پادکستی دیگر. از همراهی شما تا اینجای ویدیو خیلی خرسندیم. همراهی شما برای ما خیلی ارزشمنده و خب لطفاً لایک و کامنت رو هم فراموش نکنید. ویدیو ما رو هم به دوستانتون معرفی کنید.